بیا بهت یاد بدم فقط با یک بسته ژله کلی از این مارشمالوهای جذاب درست کنی. فقط کش اومدنش رو ببین. برای درست کردن مارشمالو فقط به یک بسته ژله نیاز داری. من از ژله آلوورای جلیدی استفاده کردم. پودر ژله رو به همراه شکر و آب جوش میریزیم توی کاسه، هم میزنیم و میذاریم روی بخار کتری تا کاملا شفاف بشه. بعد حدود 7-8 دقیقه با همزن برقی هم میزنیم تا شکلش اینجوری بشه. بعد به تعداد رنگایی که نیاز داریم مواد توی کاسه‌های مختلف تقسیم بندی می‌کنیم و با رنگ ژله خوراکی به هر رنگی که دوست داریم رنگش می‌کنیم. بعد مواد مارشمالو رو می‌ریزیم توی قیف و کنار می‌ذاریم. مقدار زیادی نشاسته ذرت می‌ریزیم توی ظرف، سطحش رو صاف می‌کنیم و با تخم مرغ اینجوری توش رو گود می‌کنیم. با مواد مارشمالو اون قسمت گود رو پر می‌کنیم و 5 دقیقه می‌ذاریمش توی یخچال. بعد با مواد مارشمالو و با رنگ‌های مختلف اینجوری خرسامون رو کامل می‌کنیم. دوباره می‌ذاریمش توی یخچال و میریم سراغ طرح بعدی. برای طرح خرگوشم با تخم مرغ همینجوری روی نشاسته ذرت رو حالت میدیم و با رنگ سفید و صورتی و مشکی شکل خرگوش رو درست میکنیم و مجدد میذاریم توی یخچال. بعد از 5 دقیقه که توی یخچال موندن سطحشون رو با نشاسته ذرت میپوشونیم و الکشون میکنیم و با یه دونه بره سطح روش رو تمیز میکنیم. اینم از مارشمالوهای جذاب با ژلیدی. خدافظ.